در ادامه بحث رسیدیم به قسمت. تعریف قسمت شیء همون تجزیه و تفریق، یعنی جدا کردن شیء هستش به اموری که متباین هستن، با هم دیگه فرق دارن. فایدهش هم در زندگی انسان هستش که انسان رو کمک میکنه. خب اصولی داره تقسیم که باید ثمره داشته باشه، فایده داشته باشه. دومین فایدهش اینه که با هم دیگه تباین و ضدیت، یعنی مفارقت و جدایی داشته باشه. یعنی اون اقسامش، مثلا شکر رو تقسیم میکنیم به شکر مثلا سفید و شکر قرمز، اینها باید با هم دیگه تباین داشته باشن. شکر سفید مثلا رنگش با شکر قرمز، اینها با هم تباین دارن، جدا از یکدیگر هستن. اساس قسمت، اون کسی که قسمت رو تأسیس قرار میده باید یک اساسی برای اون قسمت و یک قانونی قرار بده و جامعیت و مانعیت تقسیم، یعنی اون اقسامی رو که ما در قسمت میاریم باید جامع و مانع باشه، دیگه چیزی درش داخل نباشه و از اون اقسامی رو هم که ما ذکر کردیم باید کامل اقسام رو ذکر بکنیم. خب این مطالب رو که ما گفتیم میرسیم به جزء ثانی که تصدیقات هست. گفتیم که علم ما گاهی اوقات در تصورات هست، گاهی اوقات در تصدیقات هست. در ابتدا گفتش که علم به حضوری و حصولی تقسیم میشه، گفته که حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. حضوری، علم حضوری ما تقسیم به تصور و تصدیق نمیشه. این در ابتدای منطق، علم منطق این رو بهش تذکر دادن. اینجا گفتن که حضور و صورت شیء عند العقل، این علم تصوری ماست که اگر شیء رو ما داریم، صورت اون شیء در پیشگاه عقل حاضر بشه میشه علم تصوری. اگر حکمی همراهش باشه میشه تصدیقی. تا اینجاها که ما بیان کردیم علم تصوری بود، یعنی حضور و صورت شیء عند العقل. احکامش اینجوری بود، در مورد لفظ گفتیم و تقسیمات الفاظ و تعریف الفاظ، اینا مربوط به صورت شیء عند العقل هستش، علم تصوری هستش. در مطلب ما ایوه حل و لمم گفتش که لفظ رو که ما داریم از هر زبانی تحصیل معرفت همون علم، همون شناخته. گاهی اوقات علم تصوری هست، گاهی اوقات علم تصدیقیه، یعنی معرفت ما، شناخت ما، اینکه ما میشناسیم یک لفظی رو، گاهی اوقات برای ما شناخت تصدیقی است، گاهی اوقات شناخت تصوری است. اینجا مثاله که گفتش که ماهیت معنا رو ما تصور میکنیم، اینها مربوط به علم تصوری میشه. اما طلب تصدیق، اینجا کلمه تصدیق آورد، به وجود شیء که با حل ما میاریم اینجا. پس ما معرفت اون یک موقع معرفت تصوری است، یه موقع معرفت تصدیقی است. معرفت تصدیقی به وجود شیء پس معرفت تصدیقی است. اما بخوایم ما معنای یک لفظ رو بهش برسیم، این میشه معرفت تصوری. بحث از معرفت خب باید
روشن کنیم که مرادمون از معرفت چیه. یک مثال ساده در اقوام و خویشان. اگر ما یک قوم و خویشی رو بسیار دور باشه ما اون رو نشناسیم، میگیم مثلا ما فلان نوه فلان شخص رو نمیشناسیم اما دایی خودمون رو مثلا یا پدر خودمون رو میشناسیم، امکان داره یک فردی پدر خودش رو هم ندیده باشه پس نمیشناسه. پس معرفت مربوط به همون صورت اون شی در ذهنه عند العقل. یعنی اگر صورت اون شی عند العقل حاضر باشه ما بهش علم پیدا میکنیم، معرفت پیدا میکنیم. پس علم، معرفت، شناخت، همین که ما میگیم فلان چیز رو میشناسیم و فلان چیز رو نمیشناسیم، مسئله اینه. یعنی ما خیلی چیز دور از ذهنی رو نباید از معرفت و علم سراغ داشته باشیم. در ذهن خودمون دنبال چیز خیلی دوری رو نباید دنبالش بگردیم. همون صورت شی باشه، این شی میتونه پدر باشه، میتونه مادر باشه، میدونه علوم خیلی پیچیده باشه، مثل شکافتن اتم باشه. شکافتن اتم رو اگر ما اون صورت ذهنی رو ازش داشته باشیم، یا مثلا فرمول پیچیده ریاضی مثل کوانتوم و مثلا اینها، اگر مثلا در فرمول ریاضی مثل 2 به علاوه 2 میشه 4، ما این صورت ذهنیش رو داریم، خب این برای ما معلومه. اما اگر به شکل محوری مثلا ما داشته باشیم، بعضی از محورها رو ما تشخیص نمیدیم، بعضی از فرمول های ریاضی رو ما چون صورت ذهنیش برامون عند العقل حاضر نیست، ما این رو بهش معرفت نداریم، میگیم نمیشناسیم، میگیم نمیدانیم. همین که لفظ نمیدانم همون معرفت هست، همون عرف هست، عرفه هست. میگیم عرفه نداریم، معرفت نداریم، شناخت نداریم، که حالا یا تصوری است یا تصدیقی است. حالا معنی اولش همون تصوری، یعنی صورت ذهن عند العقل هستش. بعد میاد مراحل بعد صفت یا حالت یا حکمی که ما براش میدیم. مثلا میگیم 2 به علاوه 2 میشود 4، اما 2 به علاوه 2 نمیشود 5، اون رو میگیم صادق است، اون رو میگیم کاذب است. اون میشه علم تصدیقی ما. پس باید توجه داشته باشیم که علم ما همون صورت ذهنی همون شی هست. حالا این شی میتونه پدر ما باشه، مادر ما باشه، دای ما باشه، میتونه یک فرمول پیچیده ریاضی باشه، میتونه کوانتوم باشه، میتونه شکافتن یک اتم باشه، میتونه علوم مختلف باشه، علم پزشکی مثلا باشه که ما داروهای مختلف رو در ذهن خودمون اون صورت ذهنی اون شی رو در ذهنمون داشته باشیم، بهش علم پیدا بکنیم که مثلا فلان دارو برای فلان بیماری خوبه. این معرفته، علمه. پس علم چیز پیچیده‌ای نیست، مثالهاش زیاده. بعضی از مثالهاش خب پیچیده است، بعضیاش پیچیده نیست، که میگیم که بدیهی است. بعضیاش مثل وجود خورشید و وجود روز. بعضیاش نظریه، پیچیده است، مثل این که مثلا فرمول های ریاضی پیچیده، همین 2 ضرب در 2 میشود 4، اینها نیاز به استدلال داره، نظری هستم، نیاز به اندیشه و فکر داره. پس این گونه هست. رسیدیم به علوم تصدیقی که همون قضایا و احکام اون قضایا هستش. دیگه از این به بعد وارد قضایا و احکام اون قضایا میشیم که در مورد این بحث میکنیم.
درش دو فصل اول قضایا هستش، قضایا جمع قضیه هستش. حالا قضیه چیه که میگه گذشت در باب اول ان الخبر هو القضیه، خبر همون قضیه هستش که تعریفش کردیم. خبر یا قضیه رو به این که مرکب تام که صحیح هست، این که توصیفش بکنیم به صدق یا که یه مرکب تام خبریه که اونجا گفتیم که یا انشاء است یا خبر، همون خبر مرکب تام که میتونیم باش صدق و کذب رو بهش اتصاف کنیم، وصف به صدق و کذب بیاریم، این میشه خبری. اگر وصف به صدق و کذب نبود اون میشه انشایی.